جا من میشینم یه جا. چه میدونم آخه بابا اینی که میگه مثلا رفتم مشهد، من نشستم توی محلش، بچه محلاش رفتم بهش گفتم من رفتم تو محلش با 2 تا دختر غذا خوردم، پیش دوستای مشترکمون رفتم، چه میدونم قهوه خوردم، 2 تا روزم رفتم از صبح تا غروبم دوست. یه سری رپرها یه جوری میخونن بفهمی، یه سری هم مخصوصا یه جوری میخونن نفهمی. سلام به همه دوستان حواشی عزیز. آیا آماده اید وارد دنیای هیجان انگیز اخبار داغ و حواشی بی‌نظیر بشید؟ در اینجا ما جدیدترین اتفاقات، شگفتی‌ها و حاشیه‌هایی که شما نمیدونید رو به اشتراک میذاریم. از زندگی سلبریتی‌ها تا ماجراهای غیرمنتظره، هر چیزی که باید بدونید رو در اینجا پیدا میکنید. پس کمربندها رو ببندید و با ما همراه بشید تا در این سفر هیجان انگیز به قلب حواشی با هم لحظه‌های فراموش نشدنی بسازید. خب دوستان، شناسنامه تتلو با چهره تتودار صادر شد و میتونیم بگیم که این خبر خیلی خوبیه که این خبر از کانال یوتیوب خود امیر تتلو منتشر شده و نوشته که اولین شناسنامه با چهره کاملا تتو شده در تاریخ ایران ثبت شد. تبریک به همه ایرانیان و دولت محترم که بار دیگر نشان دادیم ما ایرانیان و مسئولانمان میتوانیم به تنوع سلیقه ها احترام بگذاریم و محدودیت ها را کنار بزنیم. قطعا برای داشتن شخصی با داشتن تتوهایی با این حجم، رنگ و طرحهای فوق‌العاده در جهان بهترینیم. در حالی که بسیاری از کشورها در پذیرش عکس‌های پاسپورت با تتوی کامل دچار محدودیت‌های جدی هستند، این شناسنامه در ایران با حمایت و همراهی مسئولان ثبت احوال با عکس چهره کاملا تتو شده به نام امیر تتلو ثبت شد. یادآوری: قطعا به یاد دارید سالهای گذشته امیر تتلو برای گرفتن پاسپورت با مشکلات فراوانی روبرو بود و در نهایت نیز فقط با عکس بدون تتو مجوز دریافت کرد. اما امروز این حرکت بی‌سابقه را باید تحولی در نگاه رسمی به تتو و تنوع سبک زندگی دانست. بعد از این خبر دقیقاً همون روز آیسان اسلامی نمیدونم چرا عکس شناسنامه خودش رو منتشر کرد و این متن رو راجبش نوشت: 26 دی آمدم زمین ولی برای مدرسه شناسنامه من را ریدن توش، گذاشتن 30 شهریور و من حتی سیکل هم نگرفتم. یه سری رپرها یه جوری میخونن بفهمی، یه سری هم مخصوصا یه جوری میخونن نفهمی. خب اونایی که میفهمن دوست دارن یه گوش کنن که بفهمن، اونایی هم که نفهمن فرقی نمیکنه که حالا کدومو گوش بدن، به هر حال نمیفهمن دیگه، حالا اینو گوش بدن اونو گوش بدن فرقی نداره، جفتشو گوش بدن. دوستان این عکسی رو که میبینید علیرضا جی جی قبل از انتشار آلبوم سورنا و بهرام استوری کرده بود و کلا نظرش معلومه چیه. بعد از انتشار آلبوم سورنا و بهرام این استوری رو گذاشت: تون کلمه گفتن راجع به سیاست و اجتماع رو بیتای 20 سال پیش. حواشی شایانرگ و آدرایتو که میدونید، اگر نمیدونید و ندیدید ویدیوهاشو لینکشو این بالا براتون میذارم، کلیک کنید و نگاه کنید. شایانرگ این ویدیو رو خطاب به آدروید منتشر کرده و با هم دیگه ابو شایان داداشم، جانم داداش شنیدم که یه خلکسی کس شعر گفته داشتی؟ مثل که شعر داشت در دهنمون که میدی با شعرش. داداشم نه اینو نباید بکنی؟ به نظر من که مثلا حیوانات و انسانات با هم فرق می‌کنه. تو رسته حیوانات و انسان با هم اصلا صداش نمیرسه بیم. از 4-5 روز بعد از اینکه یه روز چه اتفاقی دیگه 4-5 روز بعد اگر مثلا اون روز به من میگفت که استخون مرداشو میکردم تو زندهاش میدونی. ولی ابو شایان لوکیشن خونه سوم بلاد رو بفرستیم بیاد چی؟ نه ببین خونه های خانواده هست. بیا ما هم بشینیم مشروب بخوریم و من میشینم یه جا چه میدونم آخه بابا اینی که میگه مثلا رفتم مشهد،
من نشستم توی محلش، بچه محلاش رفتم بهش گفتم من رفتم تو محلش با 2 تا دختر غذا خوردم، پیش دوستای مشترکمون رفتم، چه میدونم قهوه خوردم، 2 تا روزم رفتم از صبح تا غروبم اونجا دوست دخترم و با دوستشو بردم اونجا، چه میدونم آرایشگاه بردم، همه کار کردم اونجا. تو محلش هم رفتم که بگم داداش چه میدونم شکاریه شکارچیه، ما خودمون اینجا شکارچییم، با تفنگا که اندازه قدتونه شکار میکنه، پسر خوب میدونی. ولی اینکه میای فوش میدی و چرت و پرت میگی فلان اینا، سعی نکن کیر من بری بالا بچه خوب. به خدا من ماچت میکنم از 3 تا سوراخ جلده بزنم بیرون. خودت میدونی من میام جلو تو با دسته گل میای جلو، اولش اینجوری فور میکنی بعد دسته گل میاری جلو. من سپر خلصه و اون نیستم و مثلا برام هیچ رپ و مارکتی که شما دارین براش کار میکنین، شما دارین ازش پول در میارین، برای من مهم نیست. تو که پول اصلی تو داری از بونزای در میاری، کپ میکنی جلو من. ولی پسر خوب من اگه بگیرم رو که میشن اوف. واقعا نه اینو میخوام سلامتی بچه بلا همیشه پرچمشون بالاست. بلا سلامتی بلا. به بعد از جداییش با سحر حواشی زیادی داشت و چند وقت پیشم یه تصادف جزئی داشته که واکنش‌های مردم خیلی جالب بود، با هم دیگه میبینیم.